شفا بیامونم در بوده سری فرزندم باشه هر باری فرزندوی مثلا میزن آچه جون بیام میگن ساز شدی میگن من چی بگم کن میگم میرم این روز میرم پکا میرم وعده میکنم چه دوستان عزیز بعضی 100 روبل نمیگذرونید تنها معلوماتون در این کجای خیال میکنید برای مادر آسانه ای سال 2014 برادران عزیز از سال 2014 تا امروز کردن نه یوتیوب گفتن نه اینترنت گفتن نه رحیم گفتن نه بلاگر گفتن مجبور شدم نداشتم چیکار کنم سینه قطعی هم پشت برآمدگی رفتگی برادر باز میگم کسی که در همه افیلین استاپ کنین یا لایک بزنین همه کسا همه آبی چشم مادر همه گریه مادر به خنده مبدل بگردونیم که رحیم پروداکشن به خاطر اومد عید سعید رمضان برای عزیزان 4-5 نمود تحفه را پیشنهاد میکنیم. یکم کعبت الله 10 نمود تحفه دارد در یکم آشیانه و در دوم آشیانه. استحصال تورکیه. دوم جاینماز الکترونیک برای آموختن نماز 5 زبان دارد از جمله زبان تاجیکی. سوم قرآن روشکگی 18 قاری قرائت میکنه و با 18 زبان ترجمه میکنه از جمله با زبان فارسی و دری. چهارم کلام الله و ترجمه چگونه ای که شما میدونید 3x1. پنجم لباس های ایدانه برای ایدگردکی شما این همه را شما میتوانید که از مغازه زیارت شو دسترس بکنید. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنصیحات و خانواده هستین. امروز باز یک مادر دیگه را پیشنهاد شما میکنیم. از همه شما اولا خاک پای هر یک کدام شما شام تا آخر برنامه تماشا کنید که امروز مادر مجبور شده در فدراسیون روسیه برای مادر خانه زمین یگان چیز دیگر در کار نیست. برادران عزیز هر یک مادر که در غریبی میاد به یک مشکل زندگی در انجام میاد آواره و سرگردان. امروز شما شاهد حال هستین. دیگر ما گپ زنم نزنم همه شما خودتون دیدین که برای روی مادر ببینین احوال مادر چه خلای با هست جایی که ما را در نوار ایشان دادن نمیتونیم زنکایی که باشن نمرایی که در روی اکران میمونیم زنگ زنه ببینه که احوال مادر عزیز چه خلای. از همه احترامانه خواهش میکنم بعضی نفرات گپ میزنین گوش کنین. یک بار خداوند در یگان کس نه تکی این مال ثروت دنیا کو هیچ ارزشی نداره. امروز صحبت ما همراه مادر عزیز انا مادری که برای هر یک فرزند برای هر یک نفس برای هر یک دردی که در بدن نشسته زار و نالان گریانه که جان مرا خلاص کنه. همه چی از جانب الله برادرها لیک شما سببگار میشین. همه کسا امروز مادر دستگیری میکنیم که یک مادر عزیز بالای سری فرزنداش رو. دوستان عزیز السلام علیکم مادر جان. سلام علیکم. یک بار خودتون معرفی میکردین وطن عزیز ای کجا میشین؟ فرنگیسی عبدالستار شهری وحدت قصیده نوروز. ای چخیل شد یک بار یک پرای روی شما با یک طرف تیکتون زدگی برآمدگی کمتر فهمونده میتونین مادر جان عزیز؟ اول ای کندای سینم پیدا شد اهمیت ندادیم ما دیگه چی فکر کردیم بعد آستا همین خیلی پر شد همینجا اون قطعی پرشیدن گرفت بنیسا رفتیم قربالو خیمیه گرفتیم خیلی چنی میکنیم نشد ای بس که شرایط ما کم بود تا آخیرا نشد لیچنی کده. کلی چند سال ای در بدن شما هست؟ ای 2014. شما از 2014 فقط در زیر نظارت دکتر رفت اومد همین خیلی مادر جان. بسیارتر برای کی میسوزید؟ بسیارتر برای چی؟ برای 3 فرزندی میدم که برای خالی میدم. یعنی آخران امید شما همین روسیه شده همینجا نپراولین بودم؟ مرا انالیزم خشو نفهمیدم در تاجیکستان. بعد مرا گفتن روی کنید من گفتم من خودم میرم بفهمم که همین چه ارزوی ما میفهمیدم. اومدم که پلی کلان گفتم
16 میلیون گفتم مرا زورم نرسیده اینجا. دیدین دوستان عزیز، یک بار در جای مادر خودتون تصور کنین. هر یک کدوممون اپا و خواهر داریم. هر یک کدوممون در زندگی یک نفری داریم که به قدرش میرسیم. همین هم مادرای، همین هم فرزندای مایدایی که داره پگه کلام میشه و میگه که اوچا، میگه مادر. از اپا از دادر اکا سراغ میکنه که مادری ما در کجای، مادری ما در چی خلای. هیچ وقت حیاتو نبرین دوستان عزیز که یگون کس در روی اکران عکس‌رسانیش نمیاد. هر یک کسی که درد داشته باشه میفهمه که احوال مادر چیه، درد مادر چیه. دوستان عزیز، بعضی 100 روبل نمیگذرونید تنه و معلوماتون در تیم کجای. خیال میکنید برای مادر آسانه. از سال 2014 برادران عزیز، از سال 2014 تا امروز کردن، نه یوتیوب گفتن، نه اینترنت گفتن، نه رحیم گفتن، نه بلاگر گفتن، لیک کار به یک جای اومد برادران عزیز که به 100 سوم، به 200 سوم، به 1000 سوم، به 10000 سوم کار بود نمیشه. دوستان عزیز، طول یک موضوع چید مادر همراه ما صحبت میکنه، زنگ میزنه اکا. از سببی که بسیار بودن وقت ما نمیرسه، ما هم در غریبی اومده اکای زندگی. خداوند همین روز سبب کرد که ما همراه مادر عزیز وا بخوریم، همراه مادر عزیز از نزدیک صحبت کنیم. دوستان عزیز، بین همه کسا سرجم میشیم، مادر عزیز یک کمک میکنیم. ما همراه برادرش صحبت کردیم، انشالله که در هندوستان توبتی را میکردن. با میگم که بعضی میگن رحیم تو فلان را سیونکا کردی، مردی را فلان را سیونکا کرد. یا پیشیر که نزنیم برادران عزیز. یگانه چیزی که جونم میگیره، جونم میته الله مهربان. ما بنده ایم، در یک لحظه دکار شوه رحیم به خاک مبدل میکنه، در یک لحظه در آسمان میبردارد. هر یک کدام شما میکنیم همراه شما مادر صحبت کردیم برای رفتن. روز یک وقتی هست که آخی دیگر امید نیست برادرها، پیش کی بریم نیست. با همین خاطر امروز تصمیم گرفتیم همراه مادر عزیز که هندوستان، جایی که گفتیم خطا محفول شد، چون گپ زدن صحبت و به خواهش دل خطون هست پجان یا یگون که شما را مجبور میکنه ندر میکن جای شفا بیام نمده بلای سری فرزندم باشم. هر بار فرزندوی من زنگ میزن و چه جام بیام میگن ساز شدی میگن من چی بگم کودکم. میگم میرم این روز میرم پکا میرم وعده میکنم. هر روز کودکات در دنمو امید به سوی همی یکی وازی در مادر تق تق میکنم امید رویا بچه جان این روز نیومدی میگن پگه میای میخی گفتن میگیرم. میفهمم مادر جان در خاک پاتون مورم. میفهمم که این خبر برادرای تماشا کردن انشالله که در این ماه شریف رمضان برادران عزیز کرته من نیست، کرته مادر عزیز زنگ زنین. زنها از اون جمله که مثال نفرانی که خیر کردن میشن اویلاتون خطتون باشه، یگون مادر در نزدیکتون باشه، زنگ زنه که مادر تنش ایشون تا شما بینه که احوال مادر چخله. یک باری گردن کم فریسی گردن این طرف یک باری گردن نه برادران عزیز، یک برای همین سینه قطعی هم پشت برآمدگی رفتگی برادران با خدا قسم این آسان نیست. ما میدونیم که هر یک از یقینه، لیک برای سلامتی دوستان عزیز میدونه که هر یک از چیزی که باشه برای سلامتی میتدارن. این ماه شریف رمضان دوستان عزیز همه سرجم شیم مادر عزیز یک دستگیری کنیم به خاطر فرزندا، به خاطر زندگی آسایشته که 3 طفل دیگر صغیره نمونه، 3 طفل دیگر محتاج در خانه اکا و برادر یک خش تبار نشه. برادران عزیز هر یک کس میبرداره پدر و مادر خودش. برادران عزیز میدونم اگر که 1000 نمود اپا و خاله و مادر باشه، لیک جای مادر یگانه، یگان کس جای مادر گرفته نمیتونه. هر یک کدوم فرزند داریم، به خاطر فرزندو، به خاطر الله مهربان در این ماه شریف رمضان اینا کاغذاش اخیمت کدام کاغذای رایشون هستن که همه اینا انالیزو سپردگی قطعی سپرات اینا. بله چیزی که در مسکو در 50-60 هزار روبل فقط انالیزو که هر یک کدامش سپردگی نه اینا دیسکوی کردگی. دوستان عزیز ما همه را سنجیده بعد پیشنهاد شما میکنیم. کارتایی که میبینید کارت در نام نسب کی مادر جان؟ در نام نسب خود. در نام نسب خودتون. یک بار دیگه نام نسب کارت بودگی چخیل؟ فرانگیزی عبدالستار. فرانگیزی عبدالستار. دوستان عزیز زبیربانک در نام نسبی مادر خچای حاج ما رقمای کارت را گپ میزنم در کدام نمره تلفن پیوست بودنشه با پرش در زیر ویدیو نوشته میشه. و دوستان عزیز فقط سهم خودتون بگذارین در یک جایگی بسیار کار حل کرده میتونین. دوستان عزیز رقمای کارت را گپ میزنم 22 02 20 63 30 54 71 62. درسته اپا جان؟ در کدام نمره پیوست کردگی؟ نمره تو میدونی اپا جان؟
نه این در تلفنم هسته. همین پلوس 7 925 572 56 55 در همین پیوست کردگی. همین نمرتون پیوست داره که مادرها زنگ زنن، برادرها زنگ زنن که همین چیز توکجور حقیقت داره. واتساپ داره همین نمره. دوستان عزیز در همین نمره هم کارتای هم واتساپ بتونه زنگ زنین، از نزدیک کسانی که میخوان دیدن بیاین مسکو طرف خود ندابده با آدرسای پراشا گپ میزنن برادر جون، بیاین ببینین ختم خلاصاتون برین. ما همین که پول جمع شد برادران عزیز 80,000 سومان گفتگیم برای هندوستان، همش در همون درونش میدروه. ان شاء الله که پراور که کردگیم فهمیدگیم فقط گارانتی از جانب الله برادران عزیز. تا قدر امکان گفتن که کوشش میکنیم میبینیم 80,000 سومان با مبلغ دلار آمریکایی 8,000 دلار میشه با روسی قریب تا 1 میلیون و 800 700 هزار روبل میشه. 80 تاش هم قرار میشه با 600 700 خلاص همه 80,000 سومان تاجیکی همه خیلی گفتگیم برادرها با اینجا داکیومنتوش هم مثال وایش زگران ایوش گرفتن در کار همه خیلی از همه در احترامنا خواهش میکنم. کارتای دیگریش کارتای تاجیکستان باند که اسخط ها چخیلی که روی کردن تاجیکستان این بنا مناسب که مادر جان بنا مناسبی مادر مای ناروا مهربان ذکر اومد. ای با کدام نمره تلفن پیوست کردگی؟ با نمره دستش بدگی میدونه نمره رو مادر جان یا در همین زیر ویدیو مونیم وقتی که مادر گام بزنین دوستان عزیز کارتش پرش قطعی رقمش میونه که کسی از تاجیکستان گذراندن پول удобно шаване ки бисёртар картае ки барои ҳама дастрас хубтаре Сбербанк бисёр нафарро осона гузаронданаш ҳам баъд дар Сбербанк ба Сбербанк бефоиз айда хубтару беҳтар мешавад. дар ин карта партоен касе ки наметонен марҳамат картае ки Тоҷикистон бонк эсхата дар ин партоен. модарҷони азиз иншалло ки пул ҷамъ шавад соҳ саломат шуморо барем. дар ҳаққи ин қадар бародаро дуо мекунем ки иншалло ки орзуе ки аз соли 2014 ин қадар ранҷ ин қадар азоб ин қадар машаққати зиндагӣ коре кард ки хитаи фарзандот хеле дур карда дар бадар муҳтоҷ ба ҳамон кард ки як рӯзи хушии зиндагитонро баъд аз ҳамин беморӣ соз шудан ҳамроҳи фарзандҳо бигузаронед, ҳамроҳи шавҳар, ҳамроҳи наздикон. бале мехоҳам ай ҳами бародарони хариб модарон як кӯмаки худро ба ман расонед. агар ҳеҷ вақт маҷбур намешудем ба ин кор даст намезадем барои омадан рӯи экран. маҷбур шудам надоштаги чикор кунам. бале модарҷон бале иншалло дар номтон ҷоном бародароне ки дар эфир маҳз худи шумо истодагин ҳамаи шумо касоне ки дастгирӣ кардан наметонен ҳамин навора ба дӯсто ба рафиқ ба хеш табора роӣ кунен. шояд ки бародаре ту мехоҳад ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон садақаша дар киб садақаи фитр гузарша марҳамат як қисмаша як ҳиссашам дар анами апа мермо хайр кунад беҳтарин кор мешавад. чӣ қадар мо пула тезтарак ҷамъ кунем модарро роӣ кунем ҳамон қадар хуб мешавад. ва кореро ки мо мегирем аз ҳиндустонам ҳар рӯз мо дар навор роӣ мекунанд то охир нафаси то охир коре ки мо дар ҳаққи модар мекунем модарро соҳ саломат меорем. иншалло ки дуои шумоам дар ин моҳи шарифи рамазон сабаб мешавад. дар охир сипос ба бародарони азиза иншалло ки барои дастгирӣ кардан. худоҷон дар кадоме хайр мекунам дар ин моҳи шарифи рамазон ҳама вақт сиҳату саломат бошанд дар пеши модаро бошанд падаро бошанд зану фарзандашон бошанд ҳеҷ вақт дардро набинам. آمین الله هزار رحمت دوستان عزیز. خاک پای هر یک کدومتونشم باز میگم کسی که در همه افیرین استاپ کنین یا لایک بزنین همه کسا همه آبی چشم مادر همه گریه مادر به خنده مبادل بگردونیم که سلام علیکم اپاها برادران خواهران. من مادری فرنگز صاحب 3 فرزند میباشم. از سال 2014 فرنگز به همین کسلی گرفتاره. در تاجیکستان چینی کردیم یگان بهبودی نشد. طبیبان به مسکو روی کردن 4 ماه می شود که فرنگز در مسکو هست. انالیزاش سپاریدیم همش مبلغی کلان گفتم زور ما نمیرسه. از شما التماس خواهش دارم در این ماه شریفی رمضان در این دهه بزرگ کمکی خود را رسانید تا که فرنگز صحت شود پیش فرزنداش بیاید. گریه میکنن فرنگز و چرا کای نبیوین و چما
این مادر یک مادر 4 3 فرزند است، مادر همه ما و شما برادران عزیز، خواهر اپای هر یک کدام ما و شما. ما یک قناچیم یک گریبان سر برداریم ان شاء الله که چندین حیات مادر را الله مهربان ما را سبب میکنه و ما ان شاء الله که با پول جمع کردگی مادر ساق سلامت میبریم، با از خنده و خرسندی کرده میاریم خوشی های زندگی. هر روز مادر دعای میکنه ان شاء الله که در ما هم ثوابیتش میرسه. دوستان عزیز خداحافظی نمیگم، همراه شما نوار بعدی را انتظار شین که ما میگیم چقدر مبلغ جمع شد کی مادر را روی میکنیم به هندوستان. الله همه ما را نگهبان باشه. یک بار دیگر ماه شریف رمضان مبارک دوستان عزیز.